شهر کابل به روز جمعه بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک فرد انتحاری حوالی ساعت 1:40 بعد از ظهر مواد همراهش را در نزدیکی یکی از تکیه خانه ها در سرک هفتم قلعه فتح الله شهر کابل انفجار داده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مهاجم انتحاری در لباس چوپان و با چند رز گوسفند وارد این محل شده که پس از ممانعت نیروی امنیتی مواد همراهش را منفجر داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان گفتند که این حمله کار این گروه نیست. هرچند با فرارسیدن ماه محرم تدابیر جدی امنیتی برای مساجد و تکیه خانه های شهر کابل اتخاذ شده، اما مسلمانان شیعه از ادامه این گونه حملات نگرانند. حمله بالای شیعه ها کار تازه‌ای نیست. پیش از این چندین بار هدف حملات انتحاری و تهاجمی قرار گرفتند. در این حال شاهدان عینی چشم دیدهایشان را این گونه بیان می‌کنند. جنازه ها دو سه نفر شهید شده بودند و دو کودک خودم دیدم که در چشم خود بیچاره از زخمی شده بود، جان میداد. بغلش کردیم در سر رنجر بردیمش. دیگه سیاسرها دو سه نفر زخمی شده بودن و غیر از او که دکاندارایی که دمو صاحب بودن زخمی شده بودن. ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را حمله به نمازگزاران خوانده و در اعلامیه نوشته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این رویداد را محکوم کرده است.